بسم الله الرحمن الرحیم. بازم خوش آمدید میگم تمام شما رو به اولین جلسه از صنف وب دیزاینینگ. پیش از اینکه صحبت کنیم مشخصا روی موضوع وب دیزاینینگ، خوب است یک سری اساسات و مقدمات را در مورد وب، در مورد وبسایت و وب پیج و همچنان در مورد خود موضوع اینترنت، ای که یک اینترنت به چه شکل کار میکنه و اصلا نتورک یا شبکه چی هست، روی از این موضوعات یک مقدار مقدمه صحبت میکنیم، بعد میریم روی موضوع وب دیزاینینگ یا طراحی وبسایت. شاید روزمره خیلی زیاد بیایم از وبسایت ها استفاده کنیم. وبسایت ها در واقع مجموعه معلوماتی هست که در قالب وب پیج ها در روی وب یا در اینترنت قرار داره. اصلا خود اینترنت یک سری خدمات یا سرویس هایی هست که در روی نتورک ها یا شبکه های زیادی که در سطح جهان قرار داره، یا خود اینترنت رو میگیم اینترنشنال نتورک، نتورک آف نتورک، یعنی شبکه جهانی. اطلاعات و منابعی که در واقع روی اینترنت قرار داره برای از میگیم وب. ولی خود اینترنت در واقع همو محیط هست یا همو تجهیزات فیزیکی هست که یک دیوایس را با یک دیوایس دیگه یا مثلا یک نتورک را با نتورک دیگه مرتبط میسازه. ولی اطلاعاتی که روی وب قرار داره برای از میگیم وب. و این اطلاعات معمولا در قالب وبسایت ها به صورت منظم قابل استفاده هست. خود وب یا World Wide Web یا www هم برای از میگیم، اختصاراً به نام وب یا World Wide Web یا www، هر کدام شو بگیم دقیقاً یک مفهوم یا یک موضوع هست. مجموعه اطلاعات یا محتوایی که در قالب وبسایت ها در دسترس ما قرار داره. ما روزمره میایم از ده ها وبسایت مختلف استفاده میکنیم یا از اپلیکیشن ها و برنامه های استفاده میکنیم که نیاز به ارتباط اینترنت داره و خود ارتباط اینترنت یا بحث ارتباط اینترنت ما مربوط به نتورک یا شبکه میشه که اگر روی شبکه یک مقدار صحبت کنیم، اصلا شبکه در واقع اتصال حداقل دو دیوایس یا دو وسیله هست که بتونه اطلاعات را بین همدیگر رد و بدل بکنه. برای از میگیم نتورک یا شبکه. و زمانی هم که آیسته شبکه ها بیشتر شد، در اوایل تعداد شبکه ها زیادتر شد، خواستن کار را انجام بده که همین شبکه ها را با هم مرتبط بسازه، که در اینجا اینترنت به وجود آمد. اینترنت مخفف از اینترنشنال نتورک است، یعنی شبکه جهانی. و اطلاعاتی که روی اینترنت فعلا قرار داره یا روی همون شبکه جهانی قرار داره به صورت منظم برای از میگیم یک وبسایت. و خود وبسایت ها در واقع از وب پیج ها تشکیل شده. پس در اینجا مشخصا میایم روی وب پیج. وب پیج یک صفحه معلوماتی و متنی هست که داخل از اون میتونه متن باشه، ویدیو، تصویر باشه، صوت باشه، ولی در یک قالب و شکل منظم در اختیار ما قرار داره. اگر شما تصور بکنید صفحه متنی را مثل صفحه ورد، معمولا صفحه ورد، در برنامه ورد شما آمدین یک صفحه را ساختین و در داخل از او معلومات و محتوایی مثل پاراگراف ها و عنوان ها و مثلا بعضی تصویرها یا جدول ها قرار داره. حالا اگر قرار باشه همینطور صفحات را ما در وب بیایم بسازیم، در اینجا میایم از زبان های مخصوصی کار میگیریم یا از ساینتکس های مخصوصی و همچنان خود ساختار یک وب پیج منظم استفاده میکنیم تا یک محتوا را به شکل یا به قالب وب نمایش داده بتانیم. و مجموعه وب پیج های ما که خود وب پیج را گفتیم معلوماتی هست یا محتوایی هست که در قالب وب نوشته شده باشه. خود محتوا را در خود همین صفحات را زمانی که تعدادش زیادتر باشه و همین صفحات بین هم دیگر یک لینک یا ارتباط را داشته باشه، برای از میگیم وبسایت. وبسایت پس شد مجموعه وب پیج هایی که با هم دیگر مرتبط باشه و معمولا روی یک موضوع مشخصی صحبت میکنه یا
محتوا داخل از او قرار داره. بر فرض شما یک ارگان و سازمان را در نظر بگیرین یا یک کمپانی را در نظر بگیرین که برای خود آمده وبسایت ساخته و تعداد وب پیج هایی که در اون وبسایت استفاده میشه، یعنی هر چند صفحه‌ای که قرار داره وجود داره، معمولا محتویات از اون مرتبط به همدیگر هستن. و چه قسمی ما از وبسایت ها بتونیم استفاده کنیم؟ در مرحله اول خود شما نیاز دارین که ارتباطی با اینترنت داشته باشید و یه ارتباط با اینترنت روش های مختلف را داره. مثلا از طریق وای فای یا وایرلس شما به اینترنت وصل میشین یا از طریق کیبل، که البته بعد از وصل شدن برای یک اکسس پوینت ممکن ادامه از او با روش های مختلف مثل پوینت تو پوینت باشه یا DSL باشه یا دایل اپ باشه یا روش های مختلف است که در نتورک داریم، در شبکه ما میاییم به اینترنت وصل میشیم. ولی کوتاه‌تر بسازیم، شما همی که آمدین به اینترنت وصل شدین، فعلا اگر دقت کنیم ما به اینترنت وصل هستیم، در اینجا به یک وای فای وصل هستیم. یعنی کافی است شما به یک وای فای یا اکسس پوینت وصل باشین، بعد نیاز هست یک وب پیج را، یک وب براوزر را داشته باشیم. پس وب براوزر چی هست؟ وب براوزر در واقع برنامه هایی هست که قابلیت جستجو کردن یا براوز کردن را در وب برای ما میده. خیلی برنامه زیاد هستن، از جمله چند تا برنامه مشهور را که داریم، کروم یا گوگل کروم هست، مثلا فایرفاکس هست، اوپرا هست و مایکروسافت ایج از خود شرکت مایکروسافت، سفاری که در کامپیوترهای مک یا موبایل های iOS داریم. اینا تماما وب براوزرها هستن که امروز خیلی هم زیاد استفاده میشه. کافی است شما یک وب براوزر را داشته باشین و ما هم فعلا وب براوزر مثل گوگل کروم را اینستال داریم و اگر بیایم در یک تب جدید، تماما وب براوزرها جای را داره به نام URL بار یا آدرس بار یا مثلا سرچ بار که میتونه در این قسمت جستجویی را انجام بده. چه قسمی بیاییم به یک وبسایت دسترسی پیدا کنیم؟ هر وبسایت از خود یک دومین داره. هر وبسایت از خود یک دومین را داره و اطلاعات وبسایت در کجا گذاشته میشه؟ در یک سرور، که عملیه گذاشتن همون اطلاعات را در سرور به نام هاستینگ یاد میکنیم یا هاست. خب شما حالا تصور بکنید یک وبسایت را کمپانی آمده ساخته برای خود، باید برای از او وبسایت یک دومین خریداری شود. دومین مثل www.mycompany.com این میشه دومین یک وبسایت و باید یک فضایی باشه، یعنی یک مقدار حافظه و یک مقدار سرویس ها و خدمات مثل رم، مثل پروسسور یا CPU، همچون چیزایی باشه تا کدهایی که یا مثلا کارهایی که سرویس هایی که باید صورت بگیره در مقابل همون وبسایت ما در داخل یک سرور باید رن شود، اجرا شود، که ما همون سرور را هاست میکنیم، دیتای خود را داخل یک سرور هاست میکنیم. یعنی میایم همون سرور را با کرایه میگیریم، مثلا سالوار یا ماهوار، دیتای ما در داخل سرور مربوطه قرار داره و چه قسمی دیگرها از اون سرور بتونه استفاده کنه یا از اطلاعاتی که در داخل سرور قرار داره با استفاده از دومینی که خریداری کردیم، که اصلا خود دومین هم یک آی پی آدرس هست. باز هم در بحث نتورک تماما کامپیوترها یک آی پی آدرس را داره، مثل یک شماره تلفنی که شما از دوستتان دارین و با او از طریق شماره تلفن به ارتباط میشین، دقیقاً مشابه به همین تمام دیوایس ها یا وسیله هایی که به اینترنت وصل میشه، مثلا اسمارت فون ها، موبایل هایتان یا مثل کامپیوترها یا تقریبا هر دیوایس را که در نظر بگیریم یک آی پی آدرس را داره و بر اساس همون آی پی آدرس میتونه وصل شه و قابل شناخت هست در شبکه. دقیقاً سرورها هم یک آی پی آدرس را داره یا همون دیتای خود را که ما هاست کردیم در جای گذاشتیم باید یک آی پی آدرس باشه تا بر اساس همون آی پی آدرس قابل شناخت باشه. ولی آی پی آدرس یک عدد هست، دقیقاً یک چیز مشابه به این، مثلا 10 12
24 65 و 124. این میتونه نمونه یک آی پی آدرس باشه. ولی حفظ آی پی آدرس ها برای انسان واقعا مشکل است، چون عدد هست، شاید تعداد خیلی زیاد اعداد باشه. به همین خاطر آمدن دومین را ساختن که دومین ها دقیقا یک نام مستعار هست برای همون آی پی آدرس. مثل که میایم در شماره تماس هایی که در مخاطبین ثبت میکنیم، برای هر مخاطب یک نام را تعریف میکنیم. شماره تلفن از او هم هست و نام از او هم هست و معمولا با نام های یک مخاطب سر و کار داریم تا حفظ شماره تماس از. حالا در وبسایت ها هم به این شکل هست که ما زیادتر با دومین ها سر کار داریم یا با نامی که یک وبسایت داره و کافی است شما همون دومین ره، مثلا www.youtube.com .google.com facebook.com اینا تماما چی هستن؟ دومین های یک وبسایت هست. همین که شما بیاین دومین یک وبسایت مربوطه را در قسمت درج کنید، تایپ کنید، وبسایت برایتان باز میشه. پس تا به این قسمت فهمیدیم که چه قسمی از یک وبسایت استفاده کنیم یا با وبسایت دسترسی پیدا کنیم. ولی کار ما ساختن یک وبسایت است یا دیزاین، طراحی یک وبسایت است. برای ساختن یک وبسایت یا طراحی یک وبسایت شما نیاز به زبان‌های برنامه‌نویسی دارین یا زبان‌های مخصوصی دارین که همون محتوا و متن را بتونید بنویسین. تصور کنید یک صفحه ورد را، من میایم یک برنامه ورد را باز کرده و یک صفحه متنی را میسازم. این هم حدود 10 پاراگراف متن داشته باشد و بعد نیست که یک عنوان هم داشته باشه، مثلا first title. این هم شد عنوان ما. خب برای عنوان خود رنگ سرخ دادیم، مثلا تکست از او یا متن از او بولد باشه، در وسط قرار بگیره. بعد از او پاراگراف ها هست، در مجموع 10 پاراگراف را داریم، یک همچون حالتی. چه کار کنیم تا همه شکل محتوای خود را در صفحات وب نشان بدیم و به اشتراک بگذاریم. البته مسئله به اشتراک گذاشتن از او را دوباره میگم که بحث نتورک یا شبکه میشه یا همون اینترنت میشه که ما باید یک هاست را خریداری کنیم و یک دومین را داشته باشیم. بر اساس همون دومین دیگران میتونه به وب پیج ما دسترسی پیدا کنه. ولی چه قسمی همین وب پیج را بسازیم که گفتیم مجموعه چندین وب پیج میشه یک وبسایت. پس چه قسمی یک وبسایت را بسازیم؟ معمولا اولین کار برای ساختن یک وبسایت ساختن وب پیج های از او هست و برای ساختن یک وب پیج ما نیاز به خود محتوا داریم و یک زبانی داریم یا مثلا یک کار داریم که همون محتوای ما را، متن ما را به قالب و شکل درستش منظم نشان بده. که زبان‌های برنامه‌نویسی هستن یا زبان‌هایی هستن در اینجا که کارش قالب بندی محتوا هست، یعنی برای شما اجازه میده یا این امکانات را فراهم میسازه که متن و محتوای خود را به قالب دلخواهی که میخواین روی صفحات وب نشان بده. یک مقداری روی خود پروگرامینگ لنگویج ها یا زبان های برنامه نویسی اگر صحبت کنیم، منظور از پروگرامینگ لنگویج ها یا زبان های برنامه نویسی چی است؟ دقیقاً مثل همین که ما در زندگی روزمره خود از زبان‌های مختلف استفاده می‌کنیم تا بتانیم با طرف مقابل خود ارتباط برقرار کنیم. مثلا یک شخصی که زبان دری را، زبان فارسی را بلد باشه میتونه راحت با یک شخص دیگه‌ای که زبان دری را بلد باشه ارتباط برقرار کنه. ولی در کامپیوتر زمانی که میخوای یک کامپیوتر مثلا ارتباط خود را با انسان برقرار کنه، نیاز داره به زبان‌های برنامه‌نویسی که داریم و توسط همین زبان‌های برنامه‌نویسی برنامه ساخته میشه. زمانی که برنامه ساخته شد، شخص دیگه یا استفاده کننده ها میتونن از اون برنامه بر اساس زبان برنامه‌نویسی که برای کامپیوتر قابل درک هست استفاده کنه. در عموم زبان برنامه‌نویسی به دو کاتگوری خیلی عمده تقسیم میشه که برنامه‌هایی هستن که دسکتاپ بیس است
و یکم برنامه هستن یا زبانهای برنامه نویسی هستن که وب بیس است. منظور از دسکتاپ بیس او تعداد زبانهایی هستن که معمولا برنامه‌ای که از طریق از ساخته میشه باید اینستال شه و نصب شه. شما تصور بکنید همین برنامه فتوشاپ را مثلا آفیس پکیج را ورد اکسل که استفاده میکنیم یا یک برنامه دیگه ای را تقریبا اکثر برنامه‌ای را که در کامپیوتر داریم باید اینستال شه. ولی یک تعداد زیاد برنامه‌ای را داریم که نیاز به اینستال نداره، مستقیم شما میتونید توسط یک وب براوزر او را باز کنید. مثلا همین گوگل میت را که استفاده میکنیم خودش اصلا یک برنامه هست. یا مثلا فیسبوک را که ما میایم روی صفحه براوزر استفاده میکنیم، این میتونه خودش یک وب اپلیکیشن باشه، یعنی برنامه مبتنی بر وب باشه. و به این صورت خیلی برنامه زیاد هستن. برنامه‌ای که توسط زبان‌های وب پروگرامینگ لنگویج ساخته شده باشه نیاز به اینستالیشن نداره. برای از میگیم وب بیس اپلیکیشن ها. خب و یک تعداد زبان‌هایی هستن که مشترک هم مثلا برنامه‌ای را میتونه وب بیس بسازه و هم دسکتاپ بیس، منتها محدود هستن. اکثر زبان‌ها یا وب بیس هست یا دسکتاپ بیس. ما هم به زبان‌های نیاز داریم که وب بیس باشه و بتونیم توسط از یک وب پیج را بسازیم. حالا در قسمت وب بیس لنگویج ها یا زبان‌های برنامه‌نویسی وب بیس دوباره دو کاتگوری زبان‌ها را داریم. یکی فرانت اند هست و یکی بک اند است. فرانت اند لنگویج ها یا زبان‌های در واقع پیش زمینه، او زبان‌هایی هستند که محیط یک وبسایت را یا ظاهر یک وبسایت را می‌سازند یا ظاهر یک وب پیج را می‌سازند. ولی بک اند لنگویج ها یا زبان‌هایی را که در بک اند یک وبسایت داریم، او تعداد زبان‌هایی هستند که در واقع قابلیت‌های یک وبسایت را یا یک وب پیج را میتونه بسازند. یا در اصل همون کدنویسی را که شما انجام میدین تا یک وبسایت قابلیت‌هایی را به خود داشته باشه، مربوط به بک اند وبسایت میشه. برای مثال تصور بکنید یک فرم را دارین، همین که ما بیایم روی دکمه ساین اپ یا مثلا لاگین کلیک کنیم، کارهایی که در زمینه صورت میگیره در پس زمینه مثل چک کردن یوزرنیم و پسورد با یوزرنیم و پسوردی که در دیتابیس هست باید چک شود در ابتدا. اگر درست بود باز میشه، اگر درست نبود برای ما پیام مثلا your username or password is wrong را نشان میده. یعنی همون کارها را یا تصمیم گیری ها را، محاسبات را که صورت میگیره در بک اند صورت میگیره. پس اون میشه بک اند وبسایت که یک تعداد زبان هایی را هم در بک اند داریم و یک تعداد زبان هایی که در واقع تاثیر ظاهری روی صفحه میمونه مثل HTML، CSS و جاوا اسکریپت. این سه تا زبانی هست که در فرانت اند یا در ظاهر یک وبسایت مورد استفاده قرار میگیره و به این شکل یک تعداد زبان‌های زیاد دیگه ای را داریم مثل PHP، ASP، JSP و مثلا React و غیره. اینا زبان‌هایی هستند که در بک اند مورد استفاده قرار میگیره. البته در بک اند خود دیتابیس هم هست که یک بخش خیلی عمده یک وبسایت میشه همون دیتابیس وبسایت و در دیتابیس هم زیادتر زبان SQL یا SQL مورد استفاده قرار میگیره. کورس ما در مجموع روی موضوع فرانت اند یک وبسایت یا همون دیزاین یا طرح ظاهری یک وبسایت خلاصه میشه. موضوع وب دیزاینینگ البته که شما باید قابلیت پذیر پیدا کنید تا ظاهر یک وبسایت را که همون فرانت اند باشه را طراحی بکنید. و در طراحی ظاهر یک وبسایت ما سه زبان HTML و CSS و جاوا اسکریپت کار میگیریم. مشخصا اگر بیایم روی HTML، یکی HTML چی است؟ HTML اختصار شده یا گرفته شده از کلمه هایپرتکست
مارکاپ لنگویج هست و CSS هم گرفته شده از کاسکیدینگ استایل شیت هست. جاوا اسکریپت هم که جاوا اسکریپت است. خب HTML Hypertext Markup Language. اگر همین هایپرش نباشه تکست مارکاپ لنگویج یعنی زبانی که تکست را مارکاپ بکنه، نشانی کنه. ولی هایپر تکست معمولا به تکست های میگیم که بین همدیگه لینک داشته باشه، ارتباط داشته باشه. پس در این قسمت HTML زبانی هست که تکست ها را یا هایپر تکست ها را یعنی همون تکست هایی که با همدیگه لینک داره، ارتباط داره را مارکاپ میکنه، نشانه گذاری میکنه. HTML زبانی برای نشانه گذاری کردن محتوا هست و اصلا وظیفه زبان HTML نمایش دادن محتوا یا ساختن قالب و استراکچر برای نمایش محتوای ما هست. اگر قرار باشه شما یک محتوای متنی را نمایش بدین، میتونید از طریق زبان HTML یک استراکچر یا یک قالب برای همون وب پیج بسازین. ولی زبان CSS وظیفه استایل دهی یک وب پیج را یا یک وبسایت را بر عهده داره. یکی مثلا همون محتوای ما با چه شکلی، با چه دیزاینی، با چه رنگی، با چه اندازه نشان داده شود، وظیفه زبان CSS هست. و همچنان زبان جاوا اسکریپت بیهیویر یا رفتار یک وبسایت را تعیین میکنه. مثلا توسط جاوا اسکریپت ما میتونیم برای همون وب پیج خود همچون شرط گذاری های را انجام بدیم یا همچون کد نویسی های را انجام بدیم که فرضاً اگر یک شخص اومد روی یک دکمه کلیک کرد چه کارهایی در مقابل از او صورت بگیره، یا فرضاً اگر یک کسی اومد برای 1 دقیقه روی همون صفحه باقی ماند یا صفحه رو بسته نکرد برای 1 دقیقه، خب چه کاری صورت بگیره. یا مثلا یک عکس العمل را میتونیم برای یک ایونت یا اتفاقی که صورت میگیره توسط جاوا اسکریپت بیان کنیم. و تمام از این زبان ها 3 تا زبان را که نام گرفتیم HTML و CSS و جاوا اسکریپت توسط خود براوزرها خوانده میشه. ما زبان های برنامه نویسی را داریم که برای خواندن کد های از او مثلا مخصوص باید کامپایلر باشه. بازم یک بحثی هست در این قسمت. 2 عبارت را داریم، یکی کامپایل هست و یکم اینترپرت هست. منظور از کامپایل یعنی ترجمه کردن و اینترپرت میشه تفسیر کردن. شما تصور بکنید یک کتاب را که فرضاً به زبان چینایی نوشته شده یا یک زبانی که شما نمیتونید او را درک کنید یا بخونید، ولی زمانی که یک مترجم میایه او را ترجمه میکنه، 1 بار ترجمه میکنه و از او هر شخص دیگه میتونه استفاده کنه. کامپایل هم همچون حالتی هست. کدی که در یک زبان نوشته میشه اگر کامپایل شد که معمولا در دسکتاپ بیس اپلیکیشن ها همین کار صورت میگیره، اگر 1 بار کامپایل شد دیگه او را هر کسی میتونه بخونه یا هر اپراتینگ بر اساس هر اپراتینگ سیستمی که کامپایل شوه یا ترجمه شوه میتونه اجرا شوه و خوانده شوه و مشکل نداره. ولی اینترپرت حالت هست که در هر دفعه کدا از سر خوانده میشه. مثل از این میمونه که شما همیشه یک مترجم را همراهتان دارین و همین که یک گپی را شخص دیگه ای گفت برای شما ترجمه کنه، او میشه حالت اینترپرت. یعنی هر عبارت را، هر تاسک را که شما میان کد نویسی میکنید، در هر دفعه که قرار است اجرا شود توسط براوزر خوانده میشه و معمولا وب بیس اپلیکیشن ها هم کدای از اینترپرت میشه یا خوانده میشه. و 3 تا زبان را که نام گرفتیم HTML، CSS و جاوا اسکریپت، کدهای از او توسط براوزر خوانده و اجرا میشه. همین براوزرهایی را که نام گرفتیم مثلا گوگل کروم، فایرفاکس، اپرا، تمام از اینا میتونه کدای HTML، CSS و جاوا اسکریپت را بخونه.
و زبانایی را که در قسمت بک‌اند نام گرفتیم، مثل PHP و ASP و JSP و غیره زبان ها. کدهای از این در سرور اجرا و خوانده میشه. و دو عبارت دیگر هم داریم، یکی کلاینت است، یکی سرور. در مقابل سرور ما کلاینت را داریم، سرور و کلاینت. خب پیشتر گفتیم سرور همون جایی هست که اطلاعات یا محتویات یک وبسایت داخل از او ذخیره شده. کلاینت چی هست یا کی هست؟ کلاینت استفاده کننده از یک سرور هست. کسی که میای از اطلاعات سرور استفاده میکنه، برای از میگیم کلاینت. یا همون یوزرهای معمولی را که داریم در مجموع کلاینت هستن. مثل که امروزه ما میایم از وبسایت ها استفاده میکنیم یا از خدمات اینترنت استفاده میکنیم، ما میشیم کلاینت یک سرور یا کلاینت همون وبسایت مربوطه در واقع. پس این سه تا زبان را که در اینجا نام گرفتیم در داخل براوزر که در واقع کلاینت سایت باشه. خود براوزر یا صفحه براوزر کلاینت سایت هست، در اونجا اجرا و خوانده میشه. ولی بک‌اند سرور سایت هست. کدایی که در بک‌اند اجرا میشه در واقع در داخل سرور اجرا و خوانده میشه. خب بالاخره از کجا شروع کنیم یا چه کار کنیم تا بتونیم یک وب پیج را بسازیم، یا با استفاده از همون سه تا زبانی که نام گرفتیم چه قسمی یک وب پیج را بسازیم؟ برای ساختن یک وب پیج شما نیاز به یک ادیتور دارین. در قدم اول نیاز به ادیتور داریم. ادیتور چی هستن؟ ادیتور برنامه هستن، یک برنامه‌ای که داخل از او بتونید تکست را ادیت بکنید، تکست را بنویسید، ادیت کنید، ویرایش کنید. و تعداد زیاد برنامه‌هایی را داره، مثل نوتپد خود ویندوز، مثلا برنامه نوتپد پلاس پلاس که فعلا همین لحظه من روی او قرار دارم، برنامه مثل اتم، سابلایم تکست، VS Code هم برنامه مشهوری هست و ده ها برنامه دیگه هستن که در واقع ادیتور هستن. ادیتور برنامه‌ای هست که داخل از او بتونیم تکست را یا متن را ادیت کنیم. ما در مرحله اول، در قدم اول نیاز به یک ادیتور داریم و یک وب براوزر داریم. معمولا در کامپیوترهای ما وب براوزر اینستال هست. اگر هیچ هم نباشه حداقل همون اینترنت اکسپلورر هست در ویندوز ها، یا مثلا در کامپیوترهای مک وب براوزر سفری هست. جدای از هر وب براوزر دیگه ای که اینستال بکنید میشه از او وب براوزر را کار بگیرید. پس به دو برنامه نیاز دارین، یک ادیتور و یکم وب براوزر ها. و حالا زبان های HTML و CSS و مثلا جاوا اسکریپت. مشخصا اگر بیایم روی زبان HTML که گفتیم Hypertext Markup Language هست، زبانی هست که توسط از میتونیم استراکچر یا ساختار یک وب پیج را، یک صفحه را بسازیم. ما توسط زبان HTML کار را که انجام میدیم مارکاپ کردن یا نشانه گذاری کردن محتوا هست. بسیار خوب، پس ما میایم اولین وب پیج خود را میسازم. ادیتور دارم، همین ادیتور نوتپد پلاس پلاس را که فعلا اینستال کردیم و براوزر هم که داریم، پس میشه اولین وب پیج یا اولین صفحه خود را بسازیم. کافی است برای از کار شما وب براوزر را باز کنید. همین که وب براوزر را باز کردین، ببخشید ادیتور را باز کنید و بعد از باز کردن ادیتور یک صفحه جدید بگیرین. اینجا هم یک صفحه جدید را گرفتیم و حالا چه محتوا بنویسین یا نه نویسین فرق نمیکنه، کافی است همون صفحه خود را ذخیره کنید با یک نام و یک جایی. یکی با چه نام ذخیره میکنیم؟ نامش دلخواه هست، هر نامی که خواستین میشه برای زو تعریف کنید. مثلا من را ذخیره میکنم با نام first page.html. ولی کلمه HTML یا نوعیت HTML یا پسوند HTML خیلی مهم هست که باید یک وب پیج ما با پسوند HTML ذخیره شود. البته HTML یا HTML هر دوتا یکی هست. میتونید با پسوند HTML یا HTML ذخیره کنید.
در اوایل تقریبا سالهای 2003 2004 در اون سالها همه اکستنشن یا پسوند فایل ها 3 حرفی بودن. به مخاطر اکثر برنامه هایی که در اون سالها ساخته شده بود، اکستنشن و پسوند فایل های از او 3 حرفی بود. ولی بعد تقریبا از سالهای 2007 به بعد 2006 به بعد اکستنشن های 4 حرفی و مثلا چند حرفی هم اضافه شد که فعلا میتونیم پسوند یک فایل را بگذاریم HTML. پسوند خیلی مهم هست. با نام فرست پیج و روی دسکتاپ یا هر جایی که خواستین ذخیره کنید، مشکلی نداره. با نام فرست پیج با پسوند HTML ما سیو کردیم یا ذخیره کردیم. البته تا به فعلا که کاملا خالی هست، هیچ محتوایی را نداره. و میایم یک محتوایی را می نویسیم، مثلا hello world. معمولا کلمه‌ای که در اکثر برنامه نویسی ها در ابتدا نشان داده میشه. حالا قرار است ما کلمه hello world را روی براوزر ببینیم. من یک وب پیج را یک صفحه ساختم با پسوند HTML. اگر بریم همون صفحه را از روی دسکتاپ باز کنیم، اینجا هست با نام firstpage.html و اگر ببینید علامت یا آیکن براوزر هم به خود گرفته. چرا که من از براوزر گوگل کروم استفاده میکنم، آیکن یا علامت همون براوزر به خود گرفته. ممکن است از براوزرهای دیگه استفاده بکنید. آیکن یا علامت همون براوزری که دیفالت یا پیشفرض تعریف شده را به خود میگیره. پس در این قسمت همین که شما دبل کلیک کنید توسط براوزر برایتون باز میشه و حالا کلمه hello world را برای ما نشان میده. آیا آمدیم کدام کار خاص را انجام دادیم؟ چیزی که پیشتر گفتیم HTML مارکاپ لنگویج هست. این زبانی هست که توسط از او مارکاپ میکنیم، نشانه گذاری میکنیم. ولی نیامدیم در این متن کدام نشانه گذاری خاص را انجام بدیم. درست است که وب براوزر محتویاتی که نوشته شده باشه، البته بدون کدام قالب خاصی، هم برای ما نشان بده. وظیفه وب براوزر خواندن کدها هست، خواندن کدها و نمایش اطلاعات هست که ما فعلا چه کار کردیم؟ اطلاعات را نوشتیم و این را برای ما نشان داده. اگر بیایم کدهایی را از زبان HTML یا CSS یا جاوا اسکریپت بنویسیم، همون 3 تا زبان را کدای از رو در واقع برای ما میخوانه و اجرا میکنه. شاید بخواین همین کلمه hello world را که فعلا نوشتیم به صورت عنوان نشان بدیم یا مثلا با یک دیزاین خاصی بزرگتر نشان بدیم. پس برای از او چه کار کنیم تا بتونیم همون کلمه را با حالت دلخواهی که خواسته باشیم نشان بدیم. در این قسمت پس بحث زبانی که مارکاپ یا نشانه گذاری کرده بتونه تا بر اساس همون مارکاپ و نشانی خود دیزاین را یا مثلا یک قالب خاص را تعریف کنیم. پس در اینجا میتونیم از زبان HTML استفاده کنیم. فعلا فقط در حد مثال ما میاییم کدایی را که مخصوص زبان HTML هست را می نویسیم یا تگ هایی را که در زبان HTML داریم. مثلا میخوایم کلمه hello world به صورت عنوان نشان داده شود و بعد از یک پاراگراف را داشته باشیم و یک مقداری متن از یک پاراگراف ورد هم کاپی میگیرم. خب حالی آمدیم یک سری تگ های دیگر را اضافه کردیم یا کدای را اضافه کردیم. مثلا همون کلماتی که با رنگ آبی نشان داده میشه برایتان در واقع تگ های زبان HTML هست یا کدای زبان HTML هست. چرا کلمه hello world را فعلا برای ما بزرگ نشان میده با حالت بولد یا دبل، در حالی که پاراگرافی که در پایین از او قرار داره را یک مقدار کوچکتر هم نشان داده و بولد نیست. ما آمدیم از کدای مخصوص یک زبان کار گرفتیم، زبان HTML، و این را مارکاپ کردیم یا نشانه گذاری کردیم که به همون حالت برای ما نشان بده. مشخصا روی زبان HTML بخیر در جلسه بعدی صحبت میکنیم. تا به این قسمت اگر جای سوالی داشته باشید میتونید پرسان کنید.